بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و بزرگوارم در هر جایی که هستید، امیدوارم خوب باشید، صحتمند باشید و سالم باشید. و الله متعال سبحانه و تعالی را به خاطر اینکه دوباره برایم توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان باشم سپاسگزارم. دوستان عزیز و گرامی، درباره چند موضوع میخوام اشاراتی داشته باشم. الحمدلله امروز یعنی زمینه پخش و نشر خوبی ها آماده شده و نیاز هست که ما از این فرصت های به دست آمده به خوبی استفاده بکنیم. ولی با عرض تأسف فضای مجازی بیشتر هدف من هست. با عرض تأسف برخی از ما آداب بودن در فضای مجازی تا حالا درست یاد نگرفتیم و نفهمیدیم که وقتی ما در فضای مجازی هستیم باید چی کار بکنیم، چی چیزهایی را پخش بکنیم و چی چیزهایی را پخش نکنیم. حتی در فضای حقیقی همچنین، در پخش و نشر مسائل و پخش و نشر آنچه که به هر حال به دست ما میرسه بی توجه هستیم. دوستان عزیزم، هر پیامی که برایتان میآید، چی از طریق موبایلتان و چی از طریق کامپیوترتان، چی از طریق سیم کارتتان و چی از طریق فیسبوکتان، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، هر کدام از این برنامه ها و هر کدام از این راه ها و یا کاغذی به دستتان میرسه، در جا آن را به پخش و نشر شروع نکنید. چون متاسفانه امروز یکی از ترفندهایی که دشمنان اسلام بر علیه مسلمان ها استفاده میکنن یا برخی از مسلمان های ساده‌لو این کارها را انجام میدن، اینه که میخوان مردم را از راه دروغ و از راه بدعت و خرافه به سوی الله و به سوی دین فرا بخوانند و این یک اشتباه محضه، اشتباه کاملا واضح و آشکاره. در فضای حقیقی ما سال هاست که نامه ها و کاغذ ها و از این قبیل چیزها میبینیم که در میان مردم پخش و نشر میشه و مردم ترسانده میشن که آهای مردم بیایید و این اوراق را پخش کنید، این پیام را پخش کنید و این ورقه ها را پخش کنید، در میان مردم پخش و نشر کنید. و مردم هم پخش میکنن اینها را و چی بسا افرادی اینها را از روی اعتقاد راسخ و اعتقاد صحیح و اخلاص انجام میدن. درسته، اخلاص تو برادر و خواهرم به جای خود، اخلاص تو ارزشش به جای خود، اما متوجه باش این گونه نیست که فقط مسئله اخلاص مطرح باشه. مسائل دیگری در پذیرش اعمال صالح از جمله موافقت با شرع، از جمله موافقت با شرع مهمه و اساسیه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی را زیاد بکنه که جزء دین ما نباشه، اون رده، مردوده، باطله. نباید ما هر چی را به نام دین برای مردم پخش و نشر بکنیم. مثلا من امروز همین نقطه را و این مبحث را در فیسبوک هم نوشتم. سالهای متمادی است که ورقی در میان مردم پخش و نشر میشه به نام خواب شیخ احمد یا وصیت‌نامه شیخ احمد و این شیخ احمد میگه من نمیدانم در مدینه بودم و خواب دیدم و رسول الله را خواب دیدم و بعد هر کس این را پخش کنه این قدر ثواب میکنه، این قدر خوبی به دست میاره و هر کس پخش نکنه نمیدانم پسرش میمیره و فلان میشه. مردم را میترسانن، مردم را میترسانن و یک عده از مردم هم از روی ترس و هراس اینها را پخش میکنن. یا چند وقت پیش یک ورقه دیگری ساخته بودن، اینها دروغ دوستان عزیزم، دروغ محضه. ورقه دیگری ساخته بودن که نمیدانم یک دختر 9 ساله حضرت زینب را در خواب دیده و
در مزار نمیدانم حضرت زینب را در خواب دیده و شفایاب شده و فلان شده و این و آن شده و از این طریق مردم را به سوی خرافات و به سوی خزعبلات و حتی به سوی غیر الله فرا می‌خواند که باید یک مسلمان با دقت کامل اینها را متوجه باشه. یا یک پیام برایش میرسه در فیسبوکش، در تلگرامش، در واتساپش، نمیدانم این را به 10 نفر بفرست. یعنی باور کنید این مشکل برای ما هم حتی هست. هر گاهی باز میکنیم پیام را، شاید کدام کسی پیامی داده، حرفی داره، حرف زیبایی داره، باز میکنی نمیدانم فلان است و این و آن است و برای 10 نفر بفرست، فلان میبینی و اگر نفرستی فلان میشی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نکنید، اینها را بگذارید کنار. اینها جزء دین ما نیست، بلکه خلاف دین ماست. خلاف دین ماست. دین را از منفذ درست و از منبع درست آن را بفهمیم، نه ای که هر خزعبلات و هر خرافاتی که به خورد ما دادن به نام دین آن را ما هم مطرح بسازیم. آخه ما دینی داریم که ما را به تحقیق فرا میخوانه، دینی داریم که ما را به تفحص در مسائل فرا میخوانه. این گونه نیست که هر چی پیش آمد خوش آمد. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان چی زیبا میگه: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسقی برای شما خبری آورد آن را تحقیق کنید. فتبینوا، دربارش تحقیق کنید. آیا هر چی که به دستتان آمد پخش کنید؟ هر چی که برایتان دادن، به خوردتان دادن، آن را پخش کنید؟ نه، این گونه نیست. برای 100 نفر بفرست نمیدانم فلان میشه، برای 10 نفر بفرست فلان میشه، اگر نفرستادی فلان میشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این پیام تو از قرآن مهمتره؟ از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مهمتره؟ در کجای قرآن آمده که هر کس قرآن خواند باید 10 تا قرآن چاپ کنه و برای 10 نفر بفرسته؟ یعنی چی؟ اگر نفرستاد فلان میشه. درسته ثواب داره انسان برای پخش و نشر آیات قرآن کریم و احادیث نبوی تلاش بکنه، اما ای که 10 تا 15 تا 20 تا 100 تا 50 تا 1000 تا اگر نفرستادی فلان میشی، کجای قرآن کریم همچون مسائل آمده؟ لذا دین را به معنای درست کلمه بفهمیم. بگذارید از این خرافات، از این خزعبلات، اینها رو بیندازید دور. الله متعال میگه اگر به شما خبری میرسه فتبینوا، تحقیق کنید دربارش. هوایی همین رقم نباشه که هر چی را شنیدید و هر چی را که دیدید پخش کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن فرد همین کافیه که هر چی را بشنوه بگه. یعنی تحقیق نداره، از خود تحقیق نداره، از هر کس حرف شنید تکرار میکنه، میگه. فرق نمیکنه خرافات باشه، خزعبلات باشه، بدعات باشه، ضد دین باشه، با آبروی یک مسلمان صدمه بزنه، نه، اصلا مهم نیست برایش. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن فرد همین کافیه که هر چی را بشنوه بگه. هر چی را بشنوه بگه. انسان مسلمان باید به عقل خود آنچی را که میبینه و آنچی که از شریعت اسلام به دستش هست اینها را سر بده، اینها را با همدیگر مقایسه بکنه، ببینه که این حقه یا باطله. این گونه که نیست هر چی پیش آمد خوش آمد. اگر نمیفهمید به علما و به اهل علم مراجعه کنید که آیا این حقیقت داره، من این را پخش بکنم یا نکنم. دوستان عزیزم، این یک جای بس تأسفه. بی‌توجهی برخی از برادران و خواهران نسبت به مسائل دینی. ببینید شما، با عرض تأسف، اگر ما خواسته باشیم یک خانه‌ای بخریم، خواسته باشیم یک دکانی بخریم، خواسته باشیم یک معامله بکنیم، خواسته باشیم یک موتری بخریم، خواسته باشیم یک شی عادی بخریم، میریم از 100 نفر میپرسیم که آیا اگر این دکان رو بخرم، فلان کار را من میخوام داخل این دکان بکنم، آیا به نفع من هست یا نیست، فایده داره یا نداره، منطقهش، همسایه هاش، این جایی که هست آیا مشتری داره نداره، از 100 نفر میپرسیم.
بعدن اون کار را انجام میدیم، چون میفهمیم که به ضرر ما تمام میشه. اگر توجه نکنیم به ضرر ما تمام میشه. و باید هم انسان هوشیار این گونه باشه. انسان هوشیار هر کاری که میکنه با مشوره انجام بده. این گونه نباشه که به هر حال هر چی پیش آمد خوش آمد. و انسان ضرر میکنه اگر این گونه باشه، تکرو باشه در مسائل دنیا. و به همین ترتیب مسائل اخروی مهمتر. دوستان عزیزم، وقتی خبری برایتان میرسه برید تحقیق کنید. هر چی پیش آمد خوش آمد نیست. آخه این دین خداست، این دین اللهه. این گونه نیست که هر کس هر چی خواسته باشه در آن زیاد بکنه و در آن کم بکنه و هر چی دلش خواسته باشه به آن اضافه بکنه. این گونه نیست و به نام دین به خورد مردم بده. لذا دوستان عزیز و بزرگوارم باید با هوشیاری کامل انسان اینها را و این مسائل با اینها برخورد بکنه. هرگاهی در موبایلتان پیامی آمد که برای 10 نفر بفرست، اگر نفرستادی فلان میشه، حذف کنید، در جا حذف کنید. به اون خواهر و برادرتان بفهمانید که این کارها را نکن، اینها خلاف دینه. چرا دارید به نام دین به ریشه دین ضربه میزنید؟ اگر برایتان ورقی رسید که نمیدانم اگر این را چاپ نکردی 10 تا یا 15 تا یا 100 تا یا 1000 تا چاپ کردی اینقدر فایده میکنی، اگر نکردی فرزند تو میمیره و نمیدانم برای تو مصیبتی میرسه و نمیدانم اگر این کار را کردی تا 10 روز دیگه خبر خوشی میشنوی، اینها را بگذارید کنار، حذف کنید در جا. برخوردتان با اینها این باشه که در جا آن را حذف کنید. نگذارید که با اعتقاداتتان و باورهایتان توهین بشه و تاخت و تاز بشه. خواهش میکنم دوستان عزیز، برادران و خواهران مسلمانم و بزرگوار، این مسائل را مد نظر بگیرید و برادران و خواهرانتان این مسائل را برسانید تا فریب همچون مسائل را نخورن. و جزاکم الله خیرا و تشکری میکنم از شما عزیزان و